سلام، به کانال آلمانی با آنا خوش آمدید. امروز موضوع دوم تایل 1 قسمت موندریش را انجام میدیم. ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید، دکمه نوتیفیکیشن را فعال کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. توی تایل 1 قسمت موندلیش 6 تا موضوع هست که شما از قبل خودتون رو برای اون موضوعات میتونید آماده کنید و روز امتحان راجبش صحبت کنید. قبلا راجب موضوع اول einen Arbeitgeber صحبت کردیم و امروز راجب موضوع دوم میخوایم با همدیگه کار کنیم. موضوعی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم را با همدیگه میخونیم. Beschreiben Sie einen bestimmten Beruf und warum Sie sich dafür interessieren. توضیح دهید یه شغل خاص را و چرا شما به اون علاقه دارید. پس توی این موضوع در مورد یه شغل خاصی صحبت میکنید و دلیل علاقه‌مندیتون را توضیح میدید. حالا چیزایی که میتونید راجبش صحبت کنید: zum Beispiel Vorteile und Nachteile, Aufgaben, Besonderheiten. برای مثال مزایا، معایب، وظایف و ویژگی‌های خاص. مزایا و معایب و وظایفی که توی اون شغل هست و ویژگی‌های خاص و خصوصیت خاصی که اون شغل داره یا نیاز داره. با هم دیگه نمونه متنی که راجع به این موضوع هست را شروع می‌کنیم که بخونیم. روز امتحان گیرنده اول ازتون میخواد که خودتون رو معرفی کنید و بعد راجع به موضوع صحبت کنید. Mein Name ist Anna. اسمم آناست. Ich komme aus dem Iran und lebe seit 8 Jahren in Deutschland. اهل ایران هستم و زندگی میکنم 8 ساله توی آلمان. Ich brauche das Zertifikat durch Test für den Beruf B1, da ich eine Ausbildung machen möchte. من نیاز دارم به سرتیفیکات تست آلمانی برای B1 بقوف چون من یه Ausbildung کارآموزی میخوام انجام بدم. Ich freue mich auf die mündliche Prüfung. من خوشحالم برای امتحان شفاهی. Heute möchte ich Ihnen von einem Beruf erzählen. امروز میخواهم به شما از یه شغل توضیح بدم. Der mich sehr interessiert und ich würde gern in diesem Bereich eine Ausbildung machen. اونی که من خیلی بهش علاقه دارم و میخوام که توی این زمینه یه کارآموزی انجام بدم. Es ist Beruf der Zahnarzthelferin. اون هست شغل کمک دندان پزشک. دستیار دندان پزشک. Damit man in diesem Bereich arbeiten kann, braucht man viele Voraussetzungen. برای اینکه آدم توی این زمینه بتونه کار کنه نیاز داره آدم خیلی پیش نیازها. Zum Beispiel برای مثال man muss studieren und eine 3-jährige Berufsausbildung ist nötig, in diesem Bereich zu arbeiten. آدم باید تحصیل کنه و یه کارآموزی شغلی 3 ساله لازم هست برای اینکه توی این زمینه کار کنه. Man muss gute Umgangsformen und Kommunikationsstärke haben. آدم باید شکل رفتاری خوب و مهارت اجتماعی خوب داشته باشه، یعنی آداب معاشرت و مهارت اجتماعی خوبی باید آدم داشته باشه. Außerdem muss man belastbar, geduldig und genau sein. به علاوه آدم بایستی انعطاف پذیر، صبور و دقیق باشه. Man hilft den Zahnarzt bei der Behandlung der Patienten. آدم کمک میکنه به دندان پزشک در حین معاینه بیماران، هنگام معاینه بیماران. Man macht auch Termine für Patienten. آدم انجام میده همچنین نوبتدهی برای بیماران را. Als Vorteile kann ich mir vorstellen. به عنوان مزایا میتونم توضیح بدم، معرفی کنم.
dass man Kontakt mit Menschen hat und es ein hilfender Beruf ist. که آدم ارتباط با مردم داره و اون یه شغل کمک کننده هست. In der Arbeit muss man nicht am Wochenende und feiertags arbeiten. توی این کار آدم نباید آخر هفته ها و تعطیلات کار کنه. Wenn Sie die Ausbildung in einer Praxis machen, wollen Sie auch nachher bleiben. اگه شما یه کارآموزی توی یه مکتب انجام بدید، شما همچنین بعد از اون میشه اونجا بمونید. Als Nachteil finde ich, dass man im Vergleich zu der harten Arbeit sehr wenig Geld verdient. به عنوان عیب به نظرم اینه که آدم در مقایسه با این کار سخت درآمد خیلی کمی به دست میاره. Mit der Zeit können Rückenschmerzen auftreten. با گذشت زمان میتونه کمردرد رخ بده. Es gibt Stress bei großem Andrang. وقتی که ازدحام زیاد باشه استرس وجود داره. Das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen möchte. این همه چیزیه که میخواستم راجع به این موضوع بگم. بعد از اینکه راجع به موضوع صحبت کردین، امتحان گیرنده ازتون چند تا سوال میپرسه. من 2 نمونه سوال اینجا آوردم که مرتبط با این موضوع هست و ممکنه که ازتون پرسیده بشه. Wie lange dauert die Ausbildung? چقدر طول میکشه اون کارآموزی؟ Diese Ausbildung dauert circa 3 Jahre. این کارآموزی طول میکشه حدوداً 3 سال. Warum möchtest du vor diesem Beruf eine Ausbildung machen? چرا میخوایی تو برای این شغلی کارآموزی انجام بدی؟ Diese Arbeit gefällt mir sehr, weil ich mich für medizinische Arbeit interessiere und gerne in einer Praxis arbeiten möchte. از این کار خوشم میاد خیلی، چون من علاقه دارم برای کار پزشکی و دوست دارم که توی یه مکتب کار کنم. موفق و مؤید باشید.